سلام، من امیر هستم جباری، مدیر ارشد بازاریابی در شرکت بیمه بازار. مارکتینگ چیه؟ خیلی سواله به نظرم جنرالیه، چون مارکتینگ میشه گفت کلا بیزینس یعنی مارکتینگ، یعنی به تعابیر حالا خیلی از در واقع افراد و اندیشمندانی که وجود داره میگن اصلا کسب و کار چیزی نیست جز مارکتینگ و مارکتینگ چیزی نیست جز کسب و کار. این هم چرا انقدر گسترده است؟ برای اینکه در واقع پروسه مارکتینگ و مدیریت مارکتینگ از قبل از خرید شروع میشه، در حین خرید وجود داره و در بعد از خرید هم داره کارش رو انجام میده. پس در واقع میشه گفت در کل این چرخه ارتباطات مشتری با برند و با محصول مارکتینگ هست و داره کارش رو انجام میده. ببین مارکتینگ، خب ما میتونیم چند تا دسته‌بندی داشته باشیم. به طور کلی من خودم اینطوری هم که میگم مارکترها رو میتونیم ما به دو دسته تقسیم بکنیم. دسته در واقع راست مغزها و دسته چپ مغزها. دسته راست مغزها افرادی هستن که بیشتر درگیر چه نوع کارهایی هستن؟ درگیر کارهایی مثل سوشال مدیا هستن، درگیر کمپین هستن، درگیر کارهای حالا تولید محتوا و تبلیغات، کارهایی که جنسش از جنس خلاقیته. چپ مغزها اونهایی هستن که خیلی کارشون کار پرفورمنسیه، آدم‌های 2 تایی و عددی رقمی هستن که کارشون خیلی مبتنی بر تحلیل داده است، اینکه خب ما الان کدوم گروه مشتریان رو در چه زمانی تارگت بکنیم، چه آفری بدیم و هزینه هر کانال داره چقدر میشه، کدوم کانال بهینه تره. این یه دسته‌بندی خیلی در واقع میشه گفت حالا کلی در اون بالا هست، ولی خب میتونیم بر اساس فانکشن هم بیایم تقسیم بندی بکنیم. یعنی خب ما افرادی داریم که دارن روی حوزه سوشال مدیا کار میکنن، در واقع شما میتونید به عنوان یک سوشال مدیا منیجر یا حالا سوشال مدیا اسپشیالیست وارد بشید. کمپین به همین صورت، در واقع پرفورمنس مارکتینگ خب یکی از اون حوزه خیلی جذابی هستش که به خصوص در چند سال اخیر خیلی داره بهش توجه میشه. الان خب پوزیشنی که به تازگی شرکت ها دارن در واقع میان سمتش بحث تحلیل داده در مارکتینگ یا حالا افرادی که با پوزیشن های مارکتینگ دیتا آنالیست وارد میشن و خب هر فانکشنی میتواند یک بخشی داشته باشه و در رأس همه اینها حالا یک مدیر، سرپرست یا در واقع دایرکتور یا معاون مارکتینگ قرار میگیره که وظیفش در واقع کوردینیت کردن همه این فانکشن هاست که به اون هدف بیزینس برسن. ببین برای اینکه بخوایم ببینیم که چطوری وارد حوزه مارکتینگ بشیم، اول باید بریم ببینیم که به کدوم یکی از این فانکشن هایی که گفتم علاقه داریم و این رو هم در نظر داشته باشید که شما مثلا میتونید با پوزیشن حالا سوشال مدیا منیجر وارد یه شرکت بشید و بعد از اون حالا تغییر پوزیشن بدید، بیاید برید وارد حوزه کانتنت بشید، وارد حوزه یکم حوزه‌تون رو کلی‌تر جنرال‌تر دیجیتال مارکتینگ بکنید و بعد از اون بیاید حالا به پوزیشن های مدیریت مارکتینگی برسید. خیلی مهمه ببینید که در اون ابتدای امر اسکیل ست ها و علایق شما با کدوم یکی از این فانکشن ها مشتره. یعنی این شاید میشه گفت اصلی ترین و اولین و اصلی ترین قدمیه که باید بردارید. بعد از اون کاری که باید بکنید، خب حالا تو هر حوزه یک سری حالا کامیونیتی هایی هستش، وارد اون کامیونیتی ها میتونید بشید. افرادی که حالا تو اون زمینه ها در واقع حرفی برای گفتن دارن، شناخته شده هستن، چندین سال سابقه دارن، اونها رو شناسایی بکنید، باهاشون کانکت بشید، ازشون کمک بگیرید و همیشه آپشن های خب مثل در واقع بحث‌های کارآموزی هست. شما میتونید به مدت 3 ماه چند ماه در واقع وارد یک شرکتی به عنوان کارآموز بشید تا اینکه برای خودتون حالا یک تجربه‌ای کسب بکنید. اون موقع خیلی راحت‌تر میتونید که برید و حالا به عنوان یک فرد فول تایم وارد اون حوزه بشید. اما چیزی که باید در نظر داشته باشید، آموزش همیشه باید در اون حوزه‌ای که انتخاب کردید آموزش ببینید. الان هم خب در بعد از حالا اتفاقاتی که در زمینه AI و هوش مصنوعی افتاد، خب یکم کلا ساختار مارکت، ساختار در واقع موقعیت‌های شغلی تغییر کرده. اون به چه صورته؟ به این صورت شده که الان در واقع شرکت‌ها و سازمان‌ها خیلی نیاز به افراد جنرالیست دارن. یعنی چی؟ یعنی من یکی رو میخوام که بیاد در چند تا حوزه بتونه کار انجام بده، در اون زمینه‌ها دانش داره، شناخت داره و میتونه با استفاده از ابزار AI یا حالا با استفاده از
بقیه در واقع تول هایی که در دسترس داره بتونه چند تا کار رو همزمان انجام بده. پس این نگاه جنرالیست بودن هم باید حتما داشته باشید. ببین من همیشه میگم که شما بیاید کل فعالیت هایی که در مارکتینگ باید انجام بشه در یک هفته، یعنی شما خودتون رو اینطوری در نظر بگیرید که الان من رفتم و به عنوان مدیر مارکتینگ شرکت در واقع X انتخاب شدم و در این شرکت حالا یک سری تسکایی هست که باید انجام بشه. من باید بیام ببینم که خب یه زمانی باید بذاریم برای مثال برای پایان سال یه کمپینی طراحی بکنیم، یا اینکه باید بیام و حالا روی کانال‌های پیامکی کار بکنم، هی کارهای ای بی تست انجام بدم ببینم که خب کدوم پیام بهتر داره جواب میده و این سیستم تست رو داشته باشم، اینکه بیام یک استراتژی محتوای جدید رو طراحی بکنم. یعنی اینکه میگید که اوکی من الان پس شدم مدیر مارکتینگ در شرکت X، این هم کل فعالیتایی هست که باید انجام بشه و حالا خود من در بین این 10 تا فعالیتی که شناسایی کردم اگر آزادی عمل داشته باشم اول کدوم‌ها رو انتخاب میکنم و چرا، یعنی کدوم‌ها رو دوست دارم بیشتر روشون زمان بذارم. این خیلی مشخص میکنه که اصلا من از چه جنسی هستم. یه وقتی هستش که آدم‌ها به اجبار خودشون رو میخوان نشون بدن که من به یه حوزه علاقه دارم، یعنی نه اینکه حالا این نمود بیرونی داشته باشه، خیلیش نمود درونیه. من میخوام به خودم در واقع این رو اثبات بکنم یا به خودم فورس بکنم که من آدمی هستم که برای مثال به حوزه پرفورمنس علاقه دارم تا حوزه X. واقعا این بعداً براتون خیلی مشکل ساز میشه. صرف این که حالا میبینید یک شاخه الان بازار کار بهتری داره در حوزه مارکتینگ، وارد اون نشید و به خودتون اون اجبار نکنید که من علاقه دارم در این حوزه. همین فعالیتی که گفتم، این تستی که گفتم بهتون نشون میده که در کدوم حوزه میتونید بهتر عمل بکنید. به هر حال شما تو هر حوزه‌ای که وارد بشید اگر علاقه داشته باشید و پشتکار داشته باشید حتما در اون حوزه موفق میشید. و اینطوریه که من میگم که برای مثال حالا اصلا از مارکتینگ بیایم بیرون، خیلی جنرال‌تر نگاه کنید. مثلا شنیدم که بازار کار برنامه‌نویسی خوب است، یعنی در واقع بحث لحاظ حالا درآمدی افرادی که در این حوزه هستن خب بهتر معمولا میتونن درآمدهای بیشتری رو داشته باشن. من حالا میام خودم رو اجبار میکنم میرم در اون حوزه و تبدیل میشم به یک برنامه‌نویس اوریج. خب اما وقتی میرم دنبال علاقه‌ام میام میبینم که اوکی من تو این حوزه‌ای که مثلا تو حوزه کانتنت خیلی علاقه دارم، خوشکارم دارم، میام جزو مثلا تاپ تیری میشم و واقعا اون افرادی که در این حوزه جزو تاپ تیری تاپ 5 هستن به مراتب لحاظ درآمدی و لحاظ آینده شغلی از اون حالا در واقع مثلا اینجا مثال زدیم حالا برنامه‌نویس اوریج آورده بیشتری براشون داره. پس یکم نگاهتون باید حتما بلند مدت هم باشه. برای اینکه وارد حوزه مارکتینگ بشین بازم هر کدوم از این شاخه ها اسکیل ست های مختلفی رو میخواد، ولی من اگه بخوام بگم حالا یک اورلپی که بین همه اینها هست و اون اشتراک به چه صورته، حالا فارغ از این که شما راست مغز هستید یا چپ مغز در واقع واقعا الان تحلیل داده و کار با داده رو باید بلد باشید در مارکتینگ. فقط یکم حالا اون در واقع عمقی که میطلبه فرق میکنه، ولی شما در هر حوزه‌ای باشید باید این رو بدونید. و منظورمون چیه؟ منظورمون اینجا از تحلیل داده این نیستش که مثلا من کار با پایتون رو بلدم یا حالا تحلیل های آماری خیلی سنگین رو در واقع بلد هستم. یه چیزی که اینجا خیلی مهمه این هستش که من درک عددی داشته باشم و مهمتر از این که بدانم چه سوالهایی باید بپرسم و دنبال چه اعدادی باشم. این اسکیل ست خیلی مهمی است که شما در مارکتینگ باید داشته باشید. بحث بعدی که در واقع میطلبه اون تفکر انتقادیه. اینکه باز من اگر میخواهید یک مارکتر اوریج البته نباشید، تفکر انتقادی خیلی بهتون کمک میکنه. خب الان همیشه کمپین ها همیشه مدل در واقع جذب مشتری ما به یک مسیری بوده و کسی که تفکر انتقادی داشته باشه میاد اینو یک بهبود چند برابری میده، میاد اصلا پروسه رو عوض میکنه. و هارد اسکیلینگ دوتا خیلی مهمه. خود در هر حالا فانکشنی هم باشید، سوشال مدیا، پرفورمنس، کانتنت، سئو، اونهایی موفق میشن که دید کلی مارکتینگ رو دارن، یعنی میدونن که اصلا مارکتینگ چیست. برای مثال پروسه STP در مارکتینگ به چه صورته و اصلا چرا ما نیاز داریم که مارکتمون رو سگمنت بکنیم، پوزیشنینگ چیه. یعنی اون دید کلی مارکتینگ رو پس شما لازم دارید، تحلیل داده رو لازم دارید، بحث در واقع تفکر انتقادی هست. همه اینا حالا یک سری در واقع مهارت‌های
نرم یا همون سافت اسکیلی هم میخواد. خب مارکتینگ معمولا اینطوریه که جزو اون در واقع فعالیت‌هایی هستش که شما خیلی با آدم‌ها سر و کار دارید، پس یک سری سوشال اسکیل و اون مهارت‌های اجتماعیتون رو حتما باید روش کار بکنید. و یک بحث خیلی مهمتر جسارته. شما افرادی که وارد حوزه مارکتینگ میشن همیشه دارن در یک دنیای پر از ابهام فعالیت میکنن، به خصوص حالا اگر مثلا در جایی مثل ایران هم باشید که دیگه خیلی این ابهام‌ها بیشتر هم میشه و شما هر چقدر هم حالا کار تحلیل داده انجام بدید به این میرسید که واقعا به دو تا آپشن میرسید که رو هیچ کدوم 100% مطمئن نیستید که جواب میده و اینجا اون جسارت رو میخواد که اوکی من این روحیه رو دارم، میرم الان این ریسک رو میکنم و به جواب میرسم. از لحاظ مهاجرتی مارکتینگ جزو اون رشته‌هاییه که خیلی جذاب نیست و این هم یک دلیل عمده‌ای داره. اون همین هستش که خب مارکتینگ خیلی کالچر باونده، یعنی خیلی مبتنی بر فرهنگه. منی که میخوام در ایران فعالیت مارکتینگ انجام بدم، پیام‌هایی که دارم میدم، نوع نگاهی، نوع در واقع نگاهی که به محصول باید داشته باشم و پوزیشن کردن خیلی مبتنی بر اینه که حالا فرهنگ در واقع اون جامعه به چه صورته، نوع نگاهشون به چه صورته و به خصوص برای مارکترهای راستمغز این خیلی سخت‌تره. ولی اون افرادی که حالا خیلی تو حوزه‌هایی مثل پرفورمنس و به خصوص تحلیل داده فعالیت میکنن کار براشون راحت تره. ولی اگر بخوام کل مارکتینگ رو بگم خیلی شاید این مقایسه کاملا، یعنی اصلا اینطوری نیستش که بگیم که اگه من برم مارکتینگ فرصت مهاجرت ندارم، ولی در مقایسه شاید با یک سری از رشته‌های دیگه، باز رشته‌هایی که تو حوزه تک و پروداکت هستن، یکم جذابیت کمتری داره. بازار کار در ایران اگر الان رو بخوایم بگیم، به خصوص بعد از حالا اتفاقاتی که اوایل امسال افتاد، شرایط جنگ و شرایط ابهام خیلی زیادی که وجود داره در کشور و حکم فرماست، بازار کار در مارکتینگ و در بقیه حوزه ها افکت شده. جذب ها رشد زیادی نداشته نسبت به سالهای قبل. یکم هم منطقیه وقتی شرایط یک اقتصادی خیلی پویا نیست، خیلی در حال رشد نیستش، فعالیت های مارکتینگی هم رونق کمتری میگیره. اما در چند سال گذشته اگر بخوایم بگیم نگاهمون، یعنی این یک سال اخیر رو فاکتور بگیریم، جزو اون حوزه‌ایه که خیلی داره رشد میکنه و من یک نظریه شخصی هم دارم، اینکه ورود AI به طور کلی به نظرم حوزه‌ای که باعث رشدش میشه اتفاقاً حوزه مارکتینگ و فروشه. لاجیک هم چیه؟ هوش مصنوعی داره این بحث مانع‌های ورود به یک کسب و کار رو خیلی کم میکنه. یعنی من یکی از مانع‌های بزرگی که به خصوص در شرکت‌های تک وجود داشتش همیشه هزینه‌ای بود که شما باید برای پروداکت، حالا تیم فنی و تیم محصول می‌کردید. خب الان این هزینه خیلی میتونه کمتر بشه و اتفاقی که میفته چی هست؟ اتفاقی که میفته اینه که بازارها به شدت رقابتی تر میشن و رقابت معمولا در این شرایط اینطوریه که شما باید یه تیم مارکتینگ قوی تر داشته باشید و کلا نیاز به مارکتینگ بیشتر میشه. پس من آینده رو در مارکتینگ خیلی روشن میبینم. یعنی حتی اگر برگردم به اون سوال قبلیتون که در مورد مهاجرت پرسیدید، میگم اگر از این منظر هوش مصنوعی و تأثیرش در مارکتینگ بخوایم بدونیم و بخوایم بررسی بکنیم، احتمالاً در سالهای آینده حتی این بازی عوض میشه و شرکت‌های خارجی دنبال این هستن که خب یهویی تیم اپ بکنن در زمینه مارکتینگ، باز با کمبود نیروی انسانی مواجه میشن و به دنبال جذب از کشورهای دیگه خواهند بود. شرایط ایران هم که خب اینطور نباید بمونه، یعنی اینکه خیلی واضحه و مبرهنه، اصلا نمیشه ادامه داد به این شکل. کشورها و اقتصادهایی که وقتی چندین سال در یک تراشیبی سقوط بودن، وقتی درها باز میشه، این مثل یک فنر فشرده‌ایه که خب یک جامپ خیلی زیادی داره. اقتصاد به سمت شکوفایی انشالله خواهد رفت و امیدواریم که به این سمت میره. در اون شرایط باز بازار مارکتینگ جزو بازارهای خیلی خیلی جذاب خواهد شد. فکر میکنم حالا این ریپورت هایی که در واقع سایت هایی مثل ایران تالنت و جابیجان و غیره میدن خیلی به افراد میتونه کمک بکنه که یه دیدی داشته باشن که حقوقی که داره در هر کدوم از این پوزیشن ها داده میشه چقدره. چالش ها، یکی از چالش های اصلی که باز تو سالهای قبلی بهش اشاره شد، خیلی کار شما مبتنی بر و تأثیر گرفته از اقتصاد و کلا اون شرایط حاکم بر جامعه است و یه وقتی خب میبینید کار شما
تحت تاثیر قرار گرفته، حالا مارکتتون یهو خیلی کوچیک‌تر میشه، تغییر میکنه، اصلا تارگت های فروشتون عوض میشه و اینها، که این واقعا مربوط به شما هم نیست و از کنترل شما خارجه. این هم خیلی میتونه در واقع جزو چالش ها باشه. مارکتینگ و فروش همیشه اون در واقع خط مقدمن و اون جلوان. بیشترین مسئولیت شرکت همیشه بر عهده این دو تا تیم، چون افرادی هستن که دارن در واقع اون پول رو وارد شرکت میکنن. مارکترها البته یه پول زیادی هم از شرکت خارج میکنن، برای همین خیلی همیشه در مرکز توجه هستن. وقتی اتفاقی بیفته خب سیبل انتقادات در واقع قرار میگیرن. اگر شرکت رشد بکنه در واقع جزو اولین تیم هایی هستن که تشویق میشن. تعداد خیلی زیادی جلسات دارید، جلسات با تیم های در واقع تیم های مختلف در خود مارکتینگ، یعنی با فانکشن های مختلف در مارکتینگ، جلسات با بقیه تیم ها، با تیم پروداکت خواهید داشت، با تیم مالی خواهید داشت و حالا تیم فروش. بعد یک سری جلسات بیرونی دارید با آژانس های تبلیغاتی، با یک سری شرکت های همکار، با مثلا شرکت هایی که حالا کار مارکتینگش و غیره رو انجام میدن. پس برای این آماده باشید که شما یک تعداد در واقع یک زمان زیادیتون رو قرار هستش که در جلسات باشید و خب این خودش یکم شاید مشخص بکنه. اصلا من دوست دارم، من همچین شخصیتی دارم که بتونم در روز برم با افراد مختلف تو جلسه باشم، یا که نه دوست دارم بشینم یه گوشه برای خودم کار بکنم غیره. معمولا اینطوریه که ما حالا صبح که در واقع میام وارد شرکت میشیم، خود من اول از همه حالا یک جلسه شبه دیلی داریم با بقیه بچه‌ها که امروز قراره چه کارهایی بکنیم، چه اتفاقاتی افتاده، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه کارهایی الان فورس هست و روی میز. همیشه هم شما یک سری کار فورس براتون دارید و هر چقدر هم پلن بکنید یه سری فعالیت‌های در واقع پیش بینی نشده براتون میاد، یک کمپین جدید، یک همکاری جدید و برای این هم باید آماده باشید. بعد از اینطوریه که حالا هر روزی با یک فانکشنی جلسه هست، میایم هفته رو در واقع با هم دیگه بررسی میکنیم، در هفته‌ای که گذشت چه اتفاقاتی افتاد و در هفته پیش رو باید چه کارهایی انجام بدیم و یک سری هم همین هماهنگی هایی که در واقع شما باید با بقیه تیم ها داشته باشید. حالا مثلا میخواد بگی که من یک همچین کمپینی میخوام برم در انتهای سال، شما چه کمکی میتونید بکنید یا این چه تأثیری در کار شما خواهد داشت. چیزی که توصیه‌ای که دارم به افرادی که میخوام وارد این حوزه بشن این هستش که واقعا من مارکتینگ اینطور نیست که حالا من رفتم یک مثلا کنکور دادم، MBA خوندم در دانشگاه، اونجا یه سری امتحانات دادم، حالا اومدم بیرونم یک بوتکمپی، یک کلاسی ثبت نام کردم و تمام. مارکتینگ شما هر روز باید مثل یک دانشجو باشید، یعنی هر روز باید در پروسه یادگیری باشید. چیزهایی که یاد میگیرید در امسال 2 سال دیگه ممکنه کاملا منسوخ شده باشه، یعنی هیچ استفاده‌ای نشه ازش کرد و برای اینکه عقب نمونید حتما باید این رویکرد داشته باشید. یعنی تو خودتون ببینید که من همیشه در واقع در طول کریرم باید یک زمانی بذارم که بخونم، ببینم، یاد بگیرم، با افراد صحبت بکنم. خب کلا مارکتینگ با این تعریف جدید و به خصوص حال دیجیتال مارکتینگ حدوداً میشه گفت 8 سال 9 ساله شکل گرفته و اینطوری بود که ما 8-9 سال پیش یا 10 سال پیش در واقع شرکت ها به تازگی داشتن یک پوزیشنی رو معرفی میکردن تحت عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ و میگفتن که مدیر دیجیتال مارکتینگ ما انتظاراتمون ازش چیه؟ شخصی هستش که میاد هر چیزی که مرتبط به اینترنت هست رو برای ما انجام میده. خب که بعد از یه مدتی حتی اینها رو افراد میومدن مثلا آگهی، اونایی که خیلی آداپته نشدن با پارادایم بعدیش میومدن مسخره میکردن، میگفتم این فلان شرکت اینطوریه که انگار میگه من میام براش سایتشو بیارم بالا، مثلا با وردپرس طراحی بکنم، نمیدونم سوشال مدیاشو انجام بدم. ولی واقعا اون زمان مثلا سال 95 96 شرکت ها بزرگ و کوچک همه همینو میخواستن از یک فردی که در واقع سرپرست دیجیتال مارکتینگ هم خیلی بهش میگفتن. یک سرپرست دیجیتال مارکتینگ فردی هستش که میاد برای من تولید محتوا میکنه، بعضا حتی فتوشاپ بلده، طراحی میکنه، وردپرس بلده و یک سری از این کارهای از این جنس رو انجام میده. بعد چی شد؟ بعد کم کم اومدیم جلو، مثلا سال 98 99 خیلی این دیجیتال مارکتینگ فرگمنتد شد.
یعنی مثلا اول از همه گفتیم که نه، ما یک مدیر دیجیتال مارکتینگ نیاز نداریم. یا اگر یک مدیر دیجیتال مارکتینگ نیاز داریم، این چند تا وزیر مجموعه داشته باشه. باید یک مدیر سئو داشته باشه، یک مدیر مثلا پرفورمنس مارکتینگ، یک مدیر کانتنت، و بعد حتی باز اینطوری بودش که باز هم بیایم اینو ریستر بکنیم، خیلی تخصصگرا در واقع عمل بکنیم. مثلا تو سئو گفتن که یک نفر اصلا نیاد کل این سئو رو کاور بکنه، یک نفر باشه فقط روی آن پیج سئو کار بکنه، یک نفر فقط روی آف پیج. خب هی داشتیم به این سمت میرفتیم که اینا رو ریز و ریستر بکنیم. بعد الان ولی واقعا ما داریم باز وارد پارادایم جدید میشیم. و پارادایم جدید اینطوریه که داریم میریم به سمت دنیای جنرالیست ها. خب یعنی یکم باز انگار داریم برمیگردیم مثل اون اتفاقاتی که سال 95 96 میافتاد، البته نه با اون شدت، ولی این روی کرده رو، این پارادایم جدید رو حتما در نظر داشته باشید. AI قرار نیستش اصلا جای شما رو بگیره. گفتم من حداقل دیدگاه هم اینطوریه که AI قرار دنیای مارکتینگ رو خیلی بزرگتر بکنه و خیلی مهمتر بکنه. این دید رو داشته باشید که من از AI چطور میتونم استفاده بکنم. خیلی هم حالا خوشبختانه متاسفانه ما لیترچر قوی نداریم روی حوزه AI. یعنی اینکه من برم آیا کتابی هست بخوانم که بعد از این کامل میتونم این دید رو داشته باشم که چه استفاده ای از AI بکنم، یا اینکه یه دوره ببینم مثلا دوره رو حوزه پرامپت انجینیرینگ، چون AI خیلی سرعت رشد بالایی داره و اون افرادی که معمولا میومدن حالا حوزه دیگر رو داکیومنت میکردن انگار عقب افتادن و شما خودتون باید در واقع اکتیولی و پرو اکتیولی به این سمت برید که اوکی من چطور میتونم در این حوزه خودم استفاده بکنم. و خیلی اینجا اون روی کرده باز در واقع تفکر انتقادی که گفتم بهتون مهم میشه. حتما پس توصیه هام این هستش که این روی کرده جنرالیست شدن و اینکه چند اسکیلی شدن رو جدی بگیرید، سعی کنید اسکیل های مختلفی رو کاور بکنید و یاد بگیرید. بحث بعدی AI هست و تلفیق دانش AI با در واقع این تفکر انتقادی.